شب قدر آسمان ماهتاب در آسمان ساطع یعنی خیلی روشن می شود و آن شب اگرچه زمستان است یا گرما هست نه سردی سرد و نه گرم می شود و یک آرامش دارد یعنی امان است آن شب چگونه که سلام هی حتی مطلع الفجر میگوید الله یعنی آن شب ماهتاب خیلی روشن و یعنی آسمان خیلی کشاد و نه خنک نه گرم و یک آرامش خودش را دارد و پگاهی روزیش اگر ابر نباشد نور آفتاب مثل همیشه روشن نور آفتاب کمی خیره می شود اما در قلب یگان چیز پیدا می شود در این باره یگان دلیل وجود ندارد و صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نشانه های آن را در 23 دیدیم بعضیشان در 27 دیدیم میگن عبدالله ابن عباس بعضیشان در 25 برای این بعضی علما میگن که شاید